ابزار جدید شفابخشی. از آنجایی که صف بیپایانی از افراد رنجور به ملاقات هم می آمدند، آزمودن آهنرباها کار ساده‌ای بود. گاهی اوقات نتایج حاصل غیر قابل توجیه و حتی اسرارآمیز بودند. مثلا یکی از بیمارانم که مشکلی قدیمی در ناحیه کتف داشت، به محض اینکه آهنرباهای نیکن را در کفشش و در قسمت زیر پاشنه پا گذاشت، مشکلش برطرف گردید. در 4 مورد جداگانه هم توانستم حملات شدید آسم را تنها با گذاشتن ورقه‌های مغناطیسی نیکن بر روی قفسه سینه بیماران متوقف سازم. دیدم که حساسیت‌ها با قرار دادن یک آهنربا بر سطح بدن بیمار به سرعت بهبود یافتند. کبودی‌ها به معنای واقعی کلمه یک شبه ناپدید شده‌اند. حتی استخوان‌های شکسته نیز در نصف زمان معمول جوش خورده‌اند. در بسیاری موارد از برخی بیماران خواستم که آهنرباهای نیکن را همچون بخشی از روش درمانی همیشه با خود داشته باشند. به نظر می‌رسد که بدین ترتیب زمان بهبودی تا حد زیادی کاهش می‌یابد. مهره کمر یکی